دنیای هر آدمی یه رنگی داره، قرمز، زرد، سبز، سیاه، سفید و گاهی هم توسی. ولی دنیای من از بچگی بنفش بوده. هیچ وقت به دلیلش فکر نکردم تا اینکه فهمیدم چون رنگ بنفش ترکیبی از رنگ‌های قرمز و آبیه، پس دنیای من هم آبیه هم قرمز. پس دنیای من رنگیه. به خاطر همینم هست که آدمای رنگی تو زندگیم زیاد میان و میرن و این نتیجه گیری برام کلی آرامش به ارمغانم. خدایا شکر.